راجع به نحوه استفاده از تقویم محتوای هوش مصنوعی آزی صحبت بکنیم. استفاده کردن از این قسمت خیلی ساده است. راحت ترین راهی که میتونیم یه سری محتوا رو بریزیم توی این تقویم و برنامه‌ریزیشون کنیم که کی منتشر بشن و کی کاراشون انجام بشه. این فقط یک نسخه اولیه است. این تقویم قراره به شدت بهبود پیدا بکنه، ولی تا این نقطه میتونیم از یک استراتژی که توی ویدیوهای قبلی دیدیم، از یک استراتژی که ساختیم، استراتژی محتوایی، ایده ها رو انتخاب بکنیم و وارد بکنیم به تقویم. من استراتژی رو انتخاب میکنم، بعد بهش میگم که چند تا پست در هفته از این استراتژی میخوام بذارم، فرضاً 3 تا پست که بهت میگه که تقریباً 12 تا پست در ماه میشه. بعد تاریخ شروع اینکه از کی قراره این پست ها اسکیجول بشن رو میذاریم، مثلا من میگم که از هفته آینده باشن، شروع بشن و تو این قسمت میتونم محتواهامو انتخاب بکنم. خب اینجا 62 تا محتوا هست، بعضیاشون شبیه به همه، بعضیاشون نیاز نیست وجود داشته باشن. این تصمیمش به عهده خودتونه بر اساس پلنی که میخواین بریزین، ولی خب من اینجا همه رو انتخاب میکنم چون منطقیه برای من. میتونید ببینید که انواع اقسام محتواهای مختلف راجع به موضوعی که من میخواستم توی استراتژی به درستی ساخته شده و اینجا هم میتونید همه رو لغو کنید، دستی انتخاب کنید هر کدومو که میخواید، یا اینکه همه رو انتخاب بکنید و ادامه رو بزنید و اینجا یه سامری، یه خلاصه ای از اتفاقاتی که یه خلاصه ای از برنامه‌ریزی که قرار انجام بشه به شما داده میشه و نهایتاً با زدن این کلیک وارد کردن به تقویم اتفاق میفته. بعد از اینکه محتوا رو وارد کردین، یه بار صفحه رو اگه رفرش بکنیم میتونیم ببینیم که این محتواها همه برنامه‌ریزی شدن. از هفته آینده جزئیات محتوا رو میتونیم ببینیم، توضیحات محتوا رو میتونیم ببینیم و زمانبندی انتشارش. اگه با این محتوا خوشحال نیستیم میتونیم همینجا ویرایشش بکنیم هر جوری که دلمون میخواد و میتونم ببندمش، یا میتونم وقتی که به این روز رسیدم، مثلا 29/6 رسیدم، میتونم، یا همین الان، فرق این خیلی وابسته به تاریخ نیست، ولی خب این تاریخ واسه برنامه‌ریزی که بالاخره برای محتوا ایجاد شده، میتونم ایجاد مقاله با هوش مصنوعی بزنم و میبینم که مستقیما میره توی دستیار تولید محتوا که این موضوع صحبت یک ویدیو دیگه است. میتونید به این ویدیو از طریق صفحه مقالات وبلاگ و قسمت مشاهده آموزش دسترسی پیدا کنید. بدرود.